عنوان این بحث یه جوریه که چه سخنران چه مخاطب با این عنوان مواجه میشه شاید ابتداعا فکر بکنه که ما میخوام از تاریخ تطور نظریه پردازان در مورد فلسفه ادبیات صحبت میکنیم، ولی با اجازهتون هدف من این نیست. ما اگه بخوایم بررسی بکنیم دیدگاه‌هایی که راجع به ادبیات وجود داره و راجع به فلسفه ادبیات، به کتاب‌های خیلی زیادی برمی‌خوریم، تاریخ خیلی بلندی رو باید بخونیم، از نظریات افلاطون و ارسطو گرفته تا دریدا تا جلوتر حالا سارتر، هر کدوم بر اساس موقعیت اجتماعی، تاریخی و زیستی خودشون یک تعریفی میان از ادبیات میدن. یعنی مثلا افلاطون به عنوان اولین انسانی که به صورت آکادمیک داره با این تعاریف و با این مسائل مواجهه پیدا میکنه، میاد میگه آقا یک امر مضمون میدونه شعر رو، میگه تقلید از تقلیده. خودش دو جور زدن تو سر کاره که میگه چون که تقلید از تقلیده، تازه من سایه‌اش در اون عالم مصور خودم نمیبینم، پس این اصالتی نداره. ارسطو میاد اینو تعالی میده، میگه حالا با این تقلیده میشه کاتارسیس اتفاق بیفته، میتونه تسکیه روحی در انسان اتفاق بیفته. یا هگل مثلا، من توی تحقیقاتی که داشتم چند تا از اینا رو یادداشت کردم، نظرش اینه که تجلیگاه روح هنر، که البته هگل من نظریاتش برام خیلی مهمه، به خاطر اینکه من یک سری مطالعاتی داشتم توی اندیشمندان معاصر قبل از انقلاب که عموما حالا طیف چپ هم هستن، من می‌بینم اینا خیلی از تعاریف هگل استفاده می‌کنن برای معنی کردن شاید گرهگاه‌ها و مسائل تاریخی و فرهنگی خودمون. یعنی مثلا من خوندم که احسان طبری الهیات مولوی رو میخواد با منطق هگل توضیح بده و یه جایی این کارو میکنه، ولی بر ترتیب هر کدوم از اینا یک جوابی هستن به این سوال اساسی، یک سوال اولیه که فلسفه ادبیات چیست. ما اگر بخوایم خودمون به این مسئله بپردازیم، یک تعریف ساده میتونیم داشته باشیم که ادبیات یعنی ذهن و زبان به یک نقطه تعالی میرسن. تعریف ساده‌ای که نخواهیم زیاد سرش بحث بکنیم، بتونیم راحت سرش اشتراک پیدا بکنیم. حالا این هر چی جلوتر میره، بعضی مکاتب میان روی یک سری شق‌های این مسئله فوکوس میکنن، بعضی روی یک سری بخش‌های دیگه. ممکنه طرف فرمالیست باشه بیاد بگه تکنیکا براش مهمه، ممکنه که نه مثلا رئالیست سوسیالیستی باشه بیاد بگه آقا نه محتوا مهمه. تولستوی بخواد این نظر رو بده، با اینکه مثلا کامو بخواد این نظر رو بده یا فلسفه ادبیات رو بخواد مطرح بکنه، چند تا نظر خیلی متفاوت خواهند داشت که عرض کردم اینها بر اساس عرض خدمت شما زمانه خودشون، یعنی شرایط مشخصشون و تحلیل مشخصی که از اون شرایط مشخص داشتن میومدن تعریف میدادن از فلسفه ادبیات. اما مسئله اصلی که بحث من رو شروع میکنه، یعنی تا اینجا میتونم بگم مقدمه بود، یک جمله هست از آرامش دوستدار، فکر میکنم شما فلسفه بشناسیدش، فیلسوف معاصر مرحوم کم تشناس شده ای. البته ایشون راجع به فلسفه نقدی داره، فلسفه ایرانی میگه ما فلسفه نداریم به خاطر اینکه تفکر انتقادی نداریم، به خاطر اینکه اصلا ما با فلسفه درگیر نشدیم، تو تاریخمون هم همینه، ما صرفا اومدیم تفسیر کردیم، نظریه دادیم، نظریه‌هامون هم بر مبنای عقل نیست، اتفاقا بر مبنای مسائل دیگه‌ای که حالا نامگذاریش اینجا یه مقدار شاید طول بکشه. شرایطی که ما داریم چیه؟ ما در زمانه خودمون گفتیم هر نظریه پردازی به نسبت زمانه خودش و شرایط مشخص خودش ما یه تعریفی از فلسفه ادبیات داده. ممکنه که ما الان بگیم که من میتونم تو خونه خودم بشینم راجع به ادبیات نظر بدم، یا من میتونم شاعر باشم اصلا کسی شعرم هم نخونه، ولی من این نظر رو ندارم. من فکر میکنم ما در پاسخ به این سوال که فلسفه ادبیات الان تو این زمان و این مکان که ما اینجا هستیم چیه؟ پاسخ ما اینه که هیچ فلسفه ادبیاتی وجود نداره. چرا؟ شاید این بحث یه مقدار تیزه، مقدار اقراق شده است، ولی بر ترتیب ممکنه که جذابیت هم به وجود بیاد. منظور معاصر هست یا نه؟ بله دقیقاً عرض کردم، زمان و مکان مشخصی که داریم ازش بحث. ما الان داریم این سوال می‌پرسیم، شاید هر دوره این سوال رو بپرسیم یه جواب متفاوتی بهش بدیم. چرا من اینو عرض می‌کنم اصلا؟ چرا من اینو عرض می‌کنم؟ چون ما تعامل ادبی تو جامعه نداریم. مثال میزنم، شما از 50 تا جوانی در جلسه برید بپرسید که شاعر مورد علاقتون کیه، 30 تاشون جوابی برای دادن ندارن.
شاعر نمیشناسن. شما اگر برید از 70% جامعه ما حافظ که چی شاملو رو بدید که ساده تر از حافظ، از این جهت میگم، نه از نظری که بخوام وزن ایجاد کنم، بگید بخون نمیتونه از اول تا آخر بخونه. استاد دانشگاه، من نمیخوام خراب بکنم بزرگان ادبیات یا هر شعر رو، به قول ابتهاج میگه که سالها شد تا برآمد نام مرد، سفله آن کو نام خوبان زشت کرد. من نمیخوام نام خوبان رو زشت بکنم، ولی واقعا تو فضای آکادمیک ما این فضای افتضاحی برقراره. من سال 96 هم کتاب پیر پرورندیش اومده بود، خانم اسمی نمیارم، استاد ما بودن، یه دانشجوی ازش پرسیدش که خانم ابتهاج شما میشناسی؟ گفت بله. گفت از نزدیک؟ گفت بله. برادر شما گفتش که زنده است. این یه نگاه به کتاب ادبیات معاصر کرد، من بالا گفت نمرده. بعد بحث تا جایی پیش رفت که این خانم داشت خاطرات تشییع رازه ابتهاج رو تو سالی که پیر پرورندیش در اومده تعریف می‌کرد. بعد حرفش تمام شد، گفتم خانم این تنها شاعر زندگی اون دوران معاصر ماست، مثلا از نسل مثلا شاملو و کسرایی و فروغ نیست. دقیقاً این یه دونه مونده. تو خودش هم ادعا داشت من دکتر نیستم، پس دکترا دارم می‌خونم. تو پس دکترا داری می‌خونی، میگی یارو مربر. گفتم خانم چرا این حرفو می‌زنی؟ با لبخند جواب به من داد، اینجا نوشته متولد 1306. گفتم باید مرده باشه. شما در این مناسبات اجتماعی چند جای ماشین ادبیات داره میلنگه، یعنی فقط یه چرخ نیست که من چرخه، هم موتور خرابه، هم راننده خوابه، هم اگر کسی میتونه هولش بده روشنش کنه اونم حال نداره، اصلا دغدغه نیست براش. یعنی من حرف اساسیم در این بخش از بحثم اینه، ما مخاطب ادبی نداریم، مخاطب درست ادبیات که بتونیم باش تعامل درست برقرار کنیم نداریم. شرایط ما مثل ترمینال میمونه که ماشین هست، راننده هست، ترمینال هست، جاده هم هست ولی مسافر نیست. آیا حمل و نقل برقرار اینجا؟ نه. ما مخاطب نداریم برای مسائلی که تفکر نیاز داره، ولی مخاطب خیلی داریم برای مسائلی که اعتقاد نیاز داره. خیلی میشه به جامعه وارد کرد. چی؟ به امکان زبان فارسی هم میشه اشاره کرد که دوره معاصر ما و انسان معاصر بعد از 1900 چقدر میتونه از فارسی نیازهای خودش رو برطرف کنه. اما چقدر تلاش کردیم داریم. چند تا چیز دارید میگید که همش درسته. یعنی من نمیشه گفت مثلا مخاطب مشکل. آره. مخاطب یه محصوله. من هم همین میخوام بگم در ادامه. همین لازم. بگم مخاطب واسه بیشتر از من عرض کردم اول بس شاید این بحث چالش برانگیز باشه ولی خودم هم بحث کلی فلسفی من اینه که جامعه در امتداد انسان بلوغ پیدا میکنه. بلوغ به تعبیر ویسون میگه که زمانیه که ما در مورد تفکر خودمون تفکر میکنیم. من فکر میکنم به اینکه چرا من دارم اینجوری فکر میکنم، چرا نظر من اینه. این یک راه برای پیشرفت، یعنی که من خودم خودآگاهی پیدا میکنم. این خود خودآگاهی داشتن یک اساس به قول معروف وزینی بوده که خیلی از روشنفکرای ما تلاششون تا دهه‌ها این بوده که اینو بفهمونه نسبت به جامعه که شما میتونید خودآگاهی داشته باشید و ای بس کلا موضوع جدیدیه. مثلا خودآگاهی تو مسائل مثلا عرفانی و ادبیاتی کلاسیک ما مطرح شده ولی اصلا در این دید نیست، یه دید دیگه است، بیشتر سویه عرفانی داره. یکی میتونه خودآگاهی باشه که باز این خودآگاهی هم همش نمیشه از مخاطب انتظار داشت. مخاطبی که توی دبیرستان، اونی که نمرش خوبه میره ریاضی، اونی که نمرش متوسطی میره تجربی، اونی که اصلا خیلی تربیت انسانی میفرستنش انسانی، نه اینکه اون واقعا خیلی بوده باشه. این نفس شاید یه مقدار راحت استفاده کردن. منتها معدل پایینه رو می‌بینن انسانی. خب تو چه انتظاری از این میتونی از این جامعه داشته باشی؟ این یکیشه فقط. در کنار مسائلی که خانم معلم عزیز فرمودن. من خودم هم تدریس میکنم. البته معلم چیز نیستم، رسمی نیستم. ولی تو بعضی مدرسه ها تو تهران مثلا میرم، من از کتاب فارسی هفتم 13 تا حالت نگارشی در آوردم. گفتم آقا این چیه؟ ما اصلا نداریم. طرف میاد نمیدونم کژال با فلان چرا میخواد بگه من زبان مثلا قومیت‌ها رو دارم رعایت میکنم تو کتاب. یک داستان فوق‌العاده بی سرتای چرت و پرت، یکی یه بچه تو دستش رفته وسط شاهیزاد، اون یکی هم گرگه میاد فقط چند تا اسم کردی اومده که بگه آقا ما داریم به این توجه میکنیم. مثلا ادبیات چی؟ شما یک دوره‌های قبلا وقتی کتاب‌های فارسی رو می‌خوندید پابلو نرودا رو می‌دیدید توش، ابتهاج رو می‌دیدید توش، خیلی شاعران و نویسندگان بزرگ دنیا رو می‌دید، ولی الان اصلا از این خبرا نیست. پس یکیش چیه؟
همین آموزش پرورش که شما فرمودید. اما در کنار این آموزش پرورش چندین دلیل دیگه هم وجود داره که مباحث عمیق‌تر اجتماعی و تا حدودی ممکن سیاسی هم بشه توی مباحثی که ما قطعا حواسمون هست. سیاست کار نداریم، ولی کلا ادبیات ما داره بی‌مسافر می‌کنه. ادبیات ما نمیتونه با سیاست کار داشته باشه. اصلا کاری نداره. و سیاست ما قطعا با ادبیات ما کار داره. به خاطر اینکه ذهن و زبان دو روی یک سکن دیگه. من اینو هم از شفیع کدکنی شنیدم، هم از ویتگنشتاین شنیدیم که اونجوری که داری حرف میزنی همونجوری که داری فکر میکنی. من اگر جلوی دهن شما رو بگیرم جلوی فکر شما هم بسته میشه دیگه. اصلا شما تو خودت هی فکر کن. وقتی نمیتونی این فکر رو اونجوری که باید انتقال بدی، بعد مخاطب هم نمیتونه فکر تو رو بخونه. اگر مخاطب خواننده باشه حالا بیاد بشینه به خوندن، چی رو میخواد از شما تحویل بگیره؟ یک تفکر سانسور شده در زبان، در فهم، در ساختار، در همه چی. مثل این برنامه ممیزی هست، نمیدونم میبینید، برنامه طنزی هست، تا همین اتفاق روش پیاده میشه. ولی به صورت کلی پس ما یک خودآگاهی میتونیم داشته باشیم، یه مقدار بس منحرف بشیم، یک خودآگاهی میتونیم داشته باشیم، اما چیز مهمتر جبرها. چه جبرهایی؟ ما زمانی که مثلا در حافظ به این جبر برمیخوریم، این چون مستقیم داره فقط به خود جبر اشاره میکنه و ما رو و به قول معروف فاتالیست حافظ جوری میگه اصلا من هر جوری هستم خدا آفریده منو. این یه جبری بوده. دست خود جسارت حیوان معنی میکنه. جناب من به عنوان آدم معمولی برای فاتالیست نمیدونم. چند جور جبرگرایی داریم؟ یه جور جبرگرایی دترمینیستی داریم، یه جبرگرایی فاتالیستی داریم. فاتالیستی میگه آقا من اگر در گذشته جور دیگر فکر می‌کردم هم بازم الان همین اتفاق می‌افتاد. این نتیجه‌ای که الان من بهش برخوردم از مدت‌ها قبل روی یک ریل نوشته شده است. این جبرگرایی محض. دترمینیسم جبرگرایی متعادله. دترمینیسم میگه که آقا من ممکن بوده که اگر در گذشته کار دیگه می‌کردم الان نتیجه دیگه می‌افتاد، اتفاق می‌افتاد. ولی من در گذشته هم مجبور به انجام دادن اون کار بودم. یعنی منطق زندگی رو، منطق طبیعت رو تو دترمینیسم زیر سوال نمیبره، ولی خودش رو مجبور به اون شرایط می‌دونه و این کاملا عقلانیه. من اولین بار که به این برخوردم گفتم این خیلی تیزه این حرف. پس خرد چی؟ پس آگاهی چی؟ حافظ اینطور می‌بینه. ما در دیدگاه اول شاید بریم به نتیجه برسیم که آقا این حرف خیلی تنده. من جلوتر توی یک سری مباحث دیگه مثلا مباحث ماتریالیسم می‌خوندم، جبرها رو که برمی‌شمردم دیدم واقعا در کار غلامی‌گل حکم ازلی این بود که شاهد بازاری این پرونشین باشد. یعنی این حالش رو جا گفتم. ما جبر جغرافیایی داریم. شما اگه آمریکا دنیا می‌بینید واقعا وضعیت دیگه دیگه بود، یا افغانستان رو می‌بینید از این بدتر بود. من نمی‌خوام بالا پایینش کنم. جبر جنسی داریم. همینجا شما اگر مرد باشی زندگی یه جوری دیگه از زن باشی یه جوری دیگه است. مهمتر از همه جبر طبقاتی داریم. این دیگه مشهوره دیگه. یعنی جبرها مثال بخوام همه جبر طبقاتی مثال می‌زنم. جبر تاریخی داریم، جبر اجتماعی داریم، جبر سیاسی داریم. حالا شما توجه بفرمایید که ما داریم توی جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که این جبرها به شدت قوی‌اند، به دلایلی که من فکر نمی‌کنم نیاز به توضیح داشته باشیم. زیر این همه زور شما با اختیار چه کار می‌خواید بکنید؟ شما با اختیار نونتو نمی‌تونی در بیاری. می‌خوای بیای بشی فیلسوف مثلا فلسفه پرداز یا ادیبی که بتونه با مخاطبش ارتباط بگیره، اصلا مخاطبه نیست. چرا نیست؟ حالا میتونیم به نیستش الان بحث بکنیم. بعد از این بخشی عرض کردم خدمتتون که ما میتوانستیم از طریق خودآگاهی برسیم به جایی که این ارتباط ادبی رو داشته باشیم، میتوانستیم از طریق جبرها برسیم. شاید انسان بعد از انقلاب فرهنگی تو اروپا به دنیا اومد، اسیر همون جبرهاست که اون جبرها کمکش می‌کنه بهتر پیش بره. ولی برای ما داره برعکس عمل می‌کنه. خودآگاهی اونم تحت تاثیر همین جبر خاموش داره نگه داشته میشه. اما چه دلایلی اتفاق میفته، چه مکانیزمایی اتفاق میفته که ما دچار این شرایط بحرانی میشیم. یکی من اینجا نوشتم خدمت شما که تحول نقش ادبیات از نیاز به تزیین. ما یه جاهایی تو همین تاریخ خودمون می‌بینیم ادبیات واقعا کار می‌کرد تو جامعه. یعنی اهرم بوده. من یه برنامه می‌دیدم، برنامه پرگار، فکر می‌کنم بشناسید. این بعد یک تاریخ نویسی نشسته بود، تاریخ نویس طرفدار پهلوی آقای عرفان ثابتی. کنارش آقای فراستی که دبیر رکن چند ساواک بوده که مسئول ریگیریا بوده. این طرف که نشسته یک آدمی که عضو چریک‌های فدایی خلق بوده، یک نفر دیگه نشسته که مجاهد بوده و این دو تا تیم دارن با هم دیگه بحث می‌کنن. این چریک برمیگرده اون فراستی میگه آقا
ما چریک بودیم، تفنگ میگرفتیم دستمون میرفتیم میزدیم مثلا میگشتیم به خاطر این ما رو میگرفتید. محمود دولت آبادی رو چرا میگرفتید؟ شاملو رو چرا شکنجه میکردید؟ بعد میگه چرا ما رو میگرفتید؟ ما رو میگرفتید، چرا اونا رو میگرفتید؟ حراستی حرف عجیبی میزنه، میگه شما از اون موقع که رمان خرمگس رو میگرفتید تو دستت ما متوجه میشیم که باید تو رو بگیریم. ببینید خرمگس چقدر کار میکرده تو اون جامعه. یعنی واقعا عجیب غریبه ها این کار کرده، من نمیتونم حتی تصور کنم که اینقدر قوی بوده. یا مثلا یک سری فیلم‌های من می‌بینم مال دوران اوایل انقلاب، کتاب گوشه خیابون هست، دست فروش داره کتابو میفروشه، 2 متر کتاب روی هم چیده شده. خب اینا فروش میره که طرفدار هر روز میره اونا رو میزنه اونجا. ببینید چقدر جامعه ارتباط داشته. یک شعر سروده میشده، یک چه میدونم شاید یک حزبی در جامعه با تعداد افراد خیلی بالا خط مشی پیدا می‌کرد با اون شعر. یعنی اصلا سوال براش جواب داده می‌شد. من مثال میزنم. بعد از انقلاب مثلا احسان طبری اومد منتقل شد که آقا من مسلمان شدم. درسته؟ و این یه گره شد، یک چی شد؟ آقا تو یک بوت بودی، تو که نفر اول بودی که چی شد؟ تو میگفتی نمیدونم آن جاودان، تو میگفتی آدم نباید کم بیاره کنار فلان. این گره رو ابتهاج میاد با یک مثنوی حلش می‌کنه. واقعا حلش می‌کنه و جواب میده به این سوال. و اون کجا عمل می‌کنه؟ اون جایی که اون شاعر خواننده داره. یعنی مخاطبان ابتهاج وجود دارن که احسان طبری رو میشناسن، ابتهاج رو میشناسن، جریان تاریخ رو میدونن و میان میشینن سر این شعر فکر میکنن و به جواب میرسن. ما این مناسبات نداریم. یک دلیلش این بود که خدمت شما عرض کردم، تحول نقش ادبیات از این نیاز اساسی جامعه به نقش تزیینی حالا یعنی چی؟ توی این قسمت رسانه‌ها خیلی تاثیر داره به نظر من. مثلا همین اینستاگرام مهمترینش دیگه. اینستاگرام داره یک نوع ادبی جدید به وجود میاره اصلا. کپشن و استوری اینا کم کم ببینید به قول هگل کمیت کیفیت تغییر میده. اصلا گاهی اوقات یک نوع ایجاد میشه، برای من داره این اتفاق میفته. حالا به نسبت کار کردی که اونجا اون متن لازم داره میاد تولید مفهوم میکنه. این متن اصلا امکان اینو نداره که تولید مفهوم عمیقی بکنه. و تو کی هستی؟ تو کسی هستی که 24 سر تو اینه. تو یه عمومی رو میگم که من هم خودم توی عمومیه هستم. و تو نمیتونی عمیق بشی. با چی میخوای سر و کار داشته باشی؟ اگر بنابراین این بودش که نوشته سطحی که یک گزارش بده از یه چیزی تبدیل به ادبیات بشه یا بتونه کارکردی ایجاد بکنه که ادبیات میکرد، ما میگفتیم اوکی، ولی خب نمیتونه این کار رو صورت بده. پس ما نوشته داریم اینجا، ادبیات نداریم همچنان. عرض شدم خدمت شما که یک نکته دیگه که وجود داره این سرعت، این میل به سرعت، سریع فهمیدن و رد شدن. این رو هم فضای مجازی توی فرهنگ ما و توی ذهن زبان ما راه انداخته. یکی از چیزایی که من تشخیص میدم و مسئله اینه، من با خیلی از دوستان که قبلا هم کتاب خوندن الان صحبت میکنم میگن دیگه حوصله نداریم کتاب بخونیم. تو چون قبلا حوصله داشتی الان نداری؟ چون الان اینستاگرام داره بیشتر میشه. این دلیل روانی قابل تشخیص اصلا چیزی نیست بشه سرش مغلطه کرد. ما میبینیم که طرف میخواد خیلی زود بفهمه، نمیخواد فکر کنه سرش، نمیخواد زمان بذاره بخونه. شما اگر الان بیای به یکی بگی آقا بیا بشین راجع به منطق هگل یه ذره فکر کن، بیا مطالعه کن، پایه نیست. ولی بیا بهش بگو من میخوام از کارما یه چیز بگم، بیا راز اعداد جفت رو بگم. 100 نفر آدم میشینن پای صحبتت و این درد امروز ما نیست. من تاریخ خودمون رو از یک سری ماستری مطالعه کردم، مثلا یه مقاله رو به سیاه‌نامه ابراهیم بیگ نوشتم که این اصلا چی داره میگه، چیا داره انتقاد میکنه. خیلی عجیبه. همین مسائل ما اون موقع هم داریم، تو حاجی آقای صادق هدایت هم داریم، باز میگیم داریم تا حافظ ما اینو داریم، باز هم از اون هم داریم. ما این متاسفانه. ولی خوبی این مجامع و این نقدها میتونه این باشه که بیایم توجهمون رو متمرکز بکنیم روی این مسئله که چی شده به اینجا رسیدیم و چجوری میتونیم از این در بیایم. این یه شیب سرپاینی عجیبیه شما از حافظ به اینجا برسید که شاعر بشه بهار رهنما، واقعا چیز بدیه به نظر من تعارفی هم ندارم سر این مسائل. ارشاد خدمت محترم شما، مسئله بعدی مسئله که استاد شما فرمودید بحران آموزشی. افتخار می‌کنیم که جوانان مثل شما رو داریم. اختیار دارید. واسه افتخار دارید. سرمایه ما شما هست. اختیار بزرگواری. ممنونم از دل مهربانتون. مسئله بعدی همین بحران آموزشی. ما در فضای آموزشی خودمون، من نمیدونم واقعا آدم اگه بخواد الان بشینه یکی اینا رو بشوره هم وقت زیادی میبره، هم یه مقداری من احساس می‌کنم باز بس یه جوری شاید سیاسی بشه.
چون دلایلی داره این شکل آموزش و این محتوایی که داره آموزش داده میشه. من واقعا برام عجیبه. من توی یکی از مدارس تیزهوشان علامه‌حبی تدریس میکنم. خب تیزهوشان واقعا باید متفاوت باشن. ما تو نوجوانی خودمون واقعا سردست میشوندیم که بتونیم بریم تیزهوشان. با اینا ارتباط میگیرن میگن ای بابا اینا چیزی توشون نیست. یعنی همش اسمه، همش بازیه. یا مثلا مدرسه غیر انتفاعی باید قبلا بهتر می بود، آموزش بهتری باید دقیقاً. ولی الان نمره بچه با نمره بره بالا، پدر مادر حال کنن دیگه. بچه تو این خیلی درسش خوبه، این بچه‌م تشویقش کنید. این داره اتفاق میفته. من فهمی نمیبینم اصلا. و از چند جهت این فهمه اتفاق نمیفته. یعنی انگار عامدانه این اتفاق داره میفته که این آگاهیه و اون خودآگاهیه و آگاهی اجتماعی صورت نگیره. شما از اون محیط افتضاح دبیرستان تازه میای بیرون، میرسی به محیط افتضاح‌تر دانشگاه که من از بار علمیش که یه چیزی خدمت شما عرض کردم. خود شاهده من نمیخوام خودم با این حرف بالا ببرم، من هیچی نیستم. میخوام بگم دانشگاه چقدر واجبه، فضا چقدر بده. شما تازه از محیط از لحاظ علمی سبک دانشگاه که میای بیرون، تازه میای تو محیط مبتذل دبیرستان که میای بیرون، تازه میرسی به مبتذل اخلاقی دانشگاه که اونجا اصلا مفهوم زندگی کم کم تو ذهنت رنگ می‌بازه. به یک سری نتایج مشترک جدیدی میرسی که همه تحصیل کرده‌ها میرسن. بعد 4 سال نمیدونم 8 سال درس خوندن همه این نتیجه میرسن که درس خوندن به درد نمیخوره، ما از اینا بریم اینجا به درد نمیخوره، همه چی به هم ریخته است فلان. یعنی درکی که ما به دست میاریم این متاسفانه چون آموزشی روش نیست. مورد بعدی تسلط ایدئولوژی و سانسور. من این حرفو نمیخوام به عنوان یک چه میدونم حرف سیاسی بگم، به عنوان یک هست، یک چیز حقیقی میخوام بگم. ما وزارت ارشاد داریم یا نداریم؟ هست. و آیا سانسور صورت میگیره یا نمیگیره؟ بله میگیره. حالا این سانسور اگر بخواد بیاد ایدئولوژیک باشه که عموما سانسورها ایدئولوژیک هستن دیگه، قطعاً میکشونه به سمت اون چیزی که خودش میخواد. من همین صبح که اردبیل بودم پایان‌نامه‌مو تموم کرده بودم، بردم بدم استادم بخونه. یکی از جاهای پایان‌نامه‌ام در مورد ادبیات مقاومته. میگه آقا ما تو 2 سال 1700 تا رمان در زمینه ادبیات مقاومت رو نشر دادیم، یه دونه‌ش خوب نیست. چی باعث میشه این اتفاق بیفته؟ این که آقا من باید به تو مجوز بدم، تو اگر یه حرفی زده باشی که خط قرمزی باشی من بهت مجوز نمیدم، ولی اگر شروور گفته باشی بهت مجوز میدم. من تو چاپخونه کار میکردم، ببخشید این مثالایی که میزنم مثالای زندگی شخصی منه، ولی واقعا چیزای حقیقتایی که تو زندگی میتونید تصدیق کنید که اتفاق افتادنیه. طرف شما باورتون نمیشه توی پتروشیمی شهر کار میکرد، این هر 2 ماه که از اونجا میومد 500 تا برای ما غزل میآورد که اینا واقعا حالت مهر میگن رو وزن یا روی چیز فقط بود. و من متعجب بودم آقا چرا شما اینو تو ارشاد بهش مجوز میدید؟ چرا به این مجوز میدی؟ چرا این باید چاپ بشه؟ ولی به اونی که حالا مثلا یه حرف یه ضربه شاید حرف اونوری‌تر باشه جلوشو میگیرم. جالبه من تفسیر حافظم میخونم میبینم یه جایی حافظ مثلا علنی‌تر داره اون حرف اونوری‌تر میزنه. حافظ سانسور میکنه تو تفسیر، میگه نه اونو نمیگه، این کوچیکی، این که مورد نداره داره میگه. پس این سانسور هم میتونه یک جسامتاً این ارزیابی که فرمودید در مورد آثار مقاومت از سمت الان آماری که فرمودید 1700 از سمت خود ارشاد تعیین شده میدونی چجوریه؟ یا معلومه به شما میگم از هر طرف میتونه تعیین بشه. از طرف ارشاد تعیین شده که ببینید ارشاد میاد مجوزش که نهایتاً با ارشاد همون شده. مثال من میخوام برای شما بزنم. من موضوع پایان‌نامه‌ام بررسی الگوی رفتاری قهرمان در 4 رمان سبک رئالیسم سوسیالیستی بود. این اومد تبدیل شد به 4 تا رمان اثر مقاومت. چرا؟ اگه این کارو بکنی دکترا هم اینجا به راحت‌تر قبول می‌کنن. اگر این کارو بکنی دانشگاه خودش کمک هزینه میده یا به عنوان کتاب برای چاپ می‌کنه. اگر این کارو بکنی میتونی بیای توی ادبیات مقاومت که ما اینجا استاد نداریم، توی گرایش مقاومت و ارشد تدریس بکنی، اونجا پولم بهت میدن. خب قطعاً این کارو می‌کنی. جسامتاً این موضوع رو گفتم چون من خودم یک اثری توی حوزه مقاومت چاپ کردم و کلاً توی این حوزه
خیلی ارزیابی‌های سختی داره الان انجام میشه و این آماری که اومده نهایتاً نمیدونم از سمت کجا ولی داوری میشه در حوزه مقاومت. اینکه خودش شخصی یک فردی بخواد چاپ کنه ممکنه بگن چون موضوع این هستش اصلا از این سطح داوری هم نمیگذره ما تایید رو میدیم. سوال از شما دارم. اگر داوری میشه یکی از آثار شاخص این ژانر داوری درسته؟ من یه سرهنگی رو می‌دیدم ارتشی بود اسمش الان یادم رفت. توی این برنامه خشتخام آقای دهباشی با مسابقه می‌کنه نمی‌دیده باشه. خیلی برنامه جالبیه با آدمای بزرگ سیاسی مسابقه می‌کنه. عرض شود خدمت محترم شما که این سرهنگی راجع به شرایط خوزستان داشت صحبت می‌کرد. رسید به یه مسئله مربوط می‌شد به این کتاب دار. گفتش بابا این طرف اومده گفته این سرهنگ فلانی یعنی خودش توپ شماره فلان رو داده به من دختر 8 ساله و از اینجا رفته گفته از این شهر خودتون دفاع کنید. سرهنگ ارتش که ایشون بوده اسم آورده تو کتاب گفته این توپ رو داده به من رفته. اونجا داشت بحث می‌کرد از اینکه آقا این توپ فلان قدر وزنش هستن. مثلا 600 کیلو وزنشه. چه جوری من اینو دادم به دختر 8 ساله گفتن اینو ببر. می‌دونید می‌خوام چی عرض کنم؟ میخوام اینو عرض کنم اگر هم داوری هم میشه داوره همون کسیه که اول به بقیه گفته صحبت نکن حالا شما بیاید صحبت کنید حالا من میخوام با این چیزی که خودم بهتون اجازه دادم بین همین داوری بکنم شما میفرمایید داوری میشه یه اثر شاخص از ادبیات مقاومت رو بگید مثلا فرهنگ ما شاخص شده باشه این دو هم که خیلی تبلیغ شد من تو تهران تو مترو اون هر جا می‌دیدیم همین دادا اینجوری نیست نظر من اینه حتی اگر داوری هم داره روش صورت میگیره هنوز نتیجه داوری بروز پیدا نکرده. البته سلیقه مخاطبم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. شاید الان داشته باشیم اثری که خیلی قوی باشه ولی باید مخاطب اون رو انتخاب کنه برای خوندن تا متوجه بشه مثلا یکی از بحث ما همین سلیقه مخاطب امروز نمیپذیره حالا به دلایل مختلف. ولی یه چیز جالبی هم که هست اینه که اتفاقا اونایی که توی این زمینه یعنی راست جامعه عموما دعوت میشن به این مجامع بزرگداشت براشون گرفته میشه همایش براشون گرفته میشه من آقای رئیسی به شهادت رسیدن من رفتم توی مؤسسه کار میکردم دیدم که اینا دارن گریه میکنن من خیلی تعجب کردم دارن گریه میکنن بعد من پایین از من خواستش که آقای زنجی یه کاری بکنیم گفتم چه کار بکنیم؟ شعر بگیم اگه میتونیم گفتم باش من توی 20 دقیقه تونستم بگم غزل خوبی هم گفتم زن بودم فکر نمی‌کردم کار به اینجا برسه دادم دست ما آقا برو شابدالعظیم نمیدونم سالن همایش‌های فلان اونجا از صدا سیما اومدن شاعرای آیینی برید اونجا بخونید شما باورتون نمیشه من اصلا شاخ داشتم در می‌آوردم ما این همه شاعر آیینی داریم بعد همه میومدن بالا همه شبیه به هم یک سری مسائلی که مربوط درست سوژه یکیه ولی همه از یه مسیر انگار یک نفر آدم 100 بار اومده یه سوژه رو چند کلیشه شده است کلیشه چیزی نداره برای بیان آخه چیزی برای بیان نداره شما زمانی که تو جامعه یک رابطه دیالکتیکی مناسب با کسی غیر از خودت در جامعه نه والا قسمت حکومتش کاری ندارم یه گفتمان ساده شما با کسی که تفکرش با شما متفاوته ما اصلا نه که نمیتونیم داشته باشیم یاد نگرفتیم ببخشید این عمومی من میگم قطعا این جمعی که بالاتر و ما داریم سر این بحث می‌کنیم منظورم عمومیت جامعه است ما نداریم ما نمی‌بینیم این چیزا رو متاسفانه درست می‌فرمایید شما مخاطب نیست باز تو مخاطبایی که نیست اینا مخاطبشون بیشتره من رفتم اونجا دیدم بابا چقدر آدم اینجوری ریخته چقدر شما به خاطر مقاله یه بخشش به خاطر کلیشه هستش اما توی عاشقانه همونم پر از کلیشه های ولی باز هم سلیقه مخاطب به اون سمت هست چون عام پسندتر میدونی سرکار خانم من چیزی الان بزنم اومد واسه فرمایش شما اگر اون چیزی که ما در ابتدای بحث عرض کردیم اینکه مخاطب تربیت شده نیست اصلا رابطه بین هنرمند و مخاطب وجود نداره مخاطب اصلا مخاطب ادبیات نیست یا باشه خیلی کم شده پس سلیقه مخاطب از ارزش اعتبار یه ذره میفته در این زمینه که بفهمیم اثر خوب هست یا نیست اینجا بهتر منتقد باید بیاد نظر بده که منتقدان من با منبع نوشتم توی پایان‌نامه‌ام که خیلی اومدن منتقدا گفتن که آقا ما اثر شاخص خیلی کم داریم و من قیاس کردم چون گرایشم تطبیقیه با 3 تا اثر دیگه از افغانستان از ترکیه از آلمان که اونها مثلا الگوی رفتاری قهرمان می‌بینی چقدر چند لایه است چقدر
درگیریاشون متفاوته. مثلا درگیری همین رمان نخل‌های بی‌سر، طرف یک انسان مذهبی دچار اون دغدغه‌های مذهبی میشه، غیرتی مذهبی میشه و سر آرمان‌ها و ارزش‌ها میمونه و دفاع میکنه. شما در مثلا قطار به موقع رسید هاینریش بول، مثلا یک طرف تو وضعیت جنگ با یک سوال اگزیستانسیالیستی مطرحه، طرفه داره به مرگ فکر میکنه و مرگ داره آروم آروم داره میشونه تو وجود خودش، میخواد بپذیره مرگ آگاهی. طرفی که ساخت راجع به مرگ میزنه تو اگزیستانسیالیسم، این مرگ آگاهی مطرح میشه تو اثر مربوط به جنگ. من خودم اثر مربوط به جنگ وقتی بهش فکر میکنم این نمونه‌های موفقش نمیدونم، حداقل تو ادبیات نمایشی یا تو فیلم من نمیدونم لیلی با من است و اخراجی‌ها و اینجور چیزا رو ما نمی‌بینیم. تو کتاب که اصلا مطرح نیست حقیقتا. ولی اگر بس در مورد ادبیات مقاومت باشه، باز من در نظرم با شما تا حدودی موافقم. من میگم وقتی که تو بحث باشه، من یه موقع بحث میکنم. من الان مثلا میگم تیزوشا رفتم، این بچه‌ها از من سوالهای دینی هم میپرسن گاهی اوقات، من با اینا زیاد وارد بحث میشم. بهشون میگم آقا تو دغدغه پیدا کردی سر اینکه فلان چیز هست یا نیست، خب برو بخون، برو با خودت به بحث بشین. اگر در نتیجه حرف درست این چیزی باشه که الان بهش معتقدی، بازم معتقد میمونی. اگر این باشه که نه چیز دیگه درسته یا این درست‌تر میتونه باشه به نحو دیگری، خب برو از اون استفاده بکن. ما این تفکر اصلا به اون یاد نمیدن. چجوری یاد نمیدن؟ سیستم آموزش ما چجوریه؟ یکی نشسته اونجا شما حرف بزنی میزنه تو سرت، اصلا نمیذاره سوال بپرسی. چی رو باید شما یاد بگیری؟ اون چیزی که من به تو گفتم شما یاد بگیری. کار دیگه نداری، تو اصلا به عنوان دانشجو اجازه فکر کردن نداری. و خیلی برای من جالبه، شما تو دانشگاه تا مقطع ارشد هم این اجازه رو نداری. یعنی نمیتونی یه مقاله بنویسی که خیلی نظر خودت داشته باشی کارشناسی، حتما باید منابع زیاد بیاری. چون میگن تو کارشناسی، ولی اگر ارشد باشی یا دکترا باشی دیگه حالا اونجا میتونی کار رو بکنی. جالبه این قوانین نامتوازن، این به قولی ناهنجاری هایی که اومده تبدیل به هنجار شده، باعث شده ما نه تنها در زمینه ادبیات و هنر، بلکه من فکر می‌کنم در کل گفتمان یک اجتماع، اونم جامعه مثل ما که دارای اقوام متفاوته، زبان‌های متفاوته، فرهنگ‌های متفاوته، ما توی خودمون هم گفتگو نداریم. چه برسه به اینکه مثلا بخوام با فرهنگ هم یا فرهنگ دیگر کشورها و جامعه‌ای بخوام ارتباط داشته باشیم. واسه من خیلی عجیبه. من یه برنامه‌ای تو همین سروش سحر می‌سازه کتاب‌ها ندیدید این برنامه رو؟ چرا؟ چه برنامه‌ای هست که آدمی هست مثل که کارتون‌خوابه ولی مترجم زبان و خیلی هم کتاب خونده است. بعد طرف میگه که ارشد خدمت شما که من میگه کتاب معرفی کنید ژان کریستوف. با دیگران میاد میگه کتاب همه چیزایی که قبل از انقلاب هم بشه خونده می‌شد. میگه ما پیش نرفتیم مثلا. نه اون سله پیش رفته، نه اونی که دنبال روه. تو این زمینه پیش نرفتیم. حالا تو خیلی زمینه‌های دیگه هست که پیش رفتیم، اونها مربوط به بحث هنر و ادبیات نیست. و مسئله آخر از همه مهمتر بحران معنا در انسان معاصر. این اصلا یک جلسه جداگانه می‌طلبه با عزیزی که خیلی عمیق اهل فلسفه باشه، مثلا شما یه نفر می‌شناسم گفتی فلسفه ببخشید، که این بحث رو پیش ببره به صورت مفصل. آقا انسان امروزی اصلا دنبال معنا نمی‌گرده. امروز دیگه اصلا ما بعد از پست‌مدرن اصلا دنبال معنا نمی‌گردیم. ما همه چی رو گفتیم دیگه، از چی می‌خوایم بحث کنیم؟ ما میتونیم بیایم یه بار بشینیم بگیم آقا خیام اگزیستانسیالیست بود، بله بود، با گرایش‌های ریزی به پوچی. آیا حافظ هم اگزیستانسیالیست بود؟ بله، او دنبال روی خیام بود و اونم اگزیستانسیالیست بود. حالا بیا همینجوری جلو، ما از همین داریم بحث می‌کنیم، چیز جدیدی نیست. و متأسفانه این انبانه‌ای هم که ما الان داریم، این تحمیل‌ای که داریم سرش بحث می‌کنیم، فکر می‌کنم یادگار هم‌نسلیای این استاد بزرگواری که اینجا شما رو عرض می‌کنم. مثلا که این دوران اون شکل گرفته، انباشته شده، هست هنوز هم همون رو خونده میشه. آثار جدیدی هم که میاد، به نظر من اصلا از اعتبار واقعی یک اثر هنری یا ادبی که باید واجدش بشن نیستن. این بحث بنده بود. در یک جنبندی کلی من خدمت شما عرض کردم که یه مروری داشتیم روی دیدگاه‌های متفاوتی که در مورد فلسفه ادبیات بود. بعد اومدیم به این مقطع رسیدیم که ما نمیتونیم مثلا از فلسفه ادبیات صحبت بکنیم. اینجا قسمت چالش برانگیز بحث من خودم فکر می‌کنم. چرا؟ به خاطر اینکه ما مخاطب نداریم و اون مثال ترمینال زدیم که گفتیم آقا ماشین هست، ترمینال هست، جاده هست، راننده هست، مسافر نیست. شما الان میتونی بگی آقا کی گفته ما نمیتونیم فلسفه ادبیات رو بسنجیم؟ من میتونم بشینم فلسفه ادبیات مثل 100 تا کتاب بنویسم. 1100 تا کتاب قبل از شما نوشته شده. وقتی اون خونده نمیشه، وقتی اینی هم که الان تو می‌نویسیش که نمیخونه،
تو چه فایده داره؟ حالا شما بیا بنویس. من میگم ما زمانی که به عنوان آخرین سخن حافظ داریم، این حرف یه ذره متأثره ولی من مثالی دارم میگم، ما همون رو بفهمیم بعد بیایم شعر بگیم. یعنی چی تیر 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 پر پر پر؟ چرا این کارو میکنی با زبان فارسی؟ چه این واقعا خوب نیست. ممکنه که توی همچین جمع‌های اینها این اجازه بروز پیدا بکنن، ممکنه برن چاپ هم بشن ولی تو جامعه به جای بر نمیخورن، نمیمونن مثل حافظ 800 سال مردم بخونن. گوته بیاد بگه اگه من تخت پاره باشم اون کشتی با بادبان‌های برافراشته است که داره با سرعت نور می‌گذره. اون اتفاق نمیفته. و ما اگر ادبیات می‌خوایم پس باید خودآگاهی اجتماعیمون رو بالا ببریم، چون با اون جبهه‌ها ما نمیتونیم کاری داشته باشیم. ما مقابله با اون جبهه‌هایی که ازش استفاده نمیتونیم داشته باشیم، ضرورتی هم نداره داشته باشیم. چون در یک نقطه پیچ تاریخی هستیم که این کارها نمیشه شدنی باشه. ولی کن خودآگاهی خودمونه که میتونیم بالا ببریم. من میگم آخرین سخن یه سری چیزایی ذهنم میاد. من یه خواهرزاده‌ای دارم، این 2-3 سالش بود، زد آب ریخت سر سفره لیوان آب زد با دست ریخت. گفتم چرا این کارو کردی؟ گفت بچه‌ام دیگه. گفتم بابا تو زمانی که الان میفهمی بچه‌ای نباید این کارو بکنی. اون موقعی که نمیفهمی بهانه داشت میآورد. ما الان به وضعیتمون همینه. ما اون خودآگاهی رو الان توی دست آوردیم. تا الان شاید نمیدونستیم، شاید بهش توجه نمی‌کردیم، میگفتیم معلومه که اینجوری باید باشه چون آموزش پرورش اینجوریه، معلومه که اینجوری باید باشه چون وزارت ارشاد هست، معلومه که اینجوری باید باشه چون فلان. آقا تو خودت چی هستی پس؟ تو کی میخوای بگی؟ تو کی میخوای بخونی؟ تو کی میخوای تولید کنی؟ تو کی میخوای یک برداشت درست از وضعیت جامعه خودت داشته باشی که بیا یک اثر هنری در هر نوعی در هر ژانری تولید بکنی که دل مخاطب رو بگیره؟ کی میخوای این کارو بکنی؟ ما در عموم هنرهامون هم اینو نداریم متاسفانه. یعنی میتونم بگم در علوم انسانی ما تعطیلیم. و این پایان عرض من بود. امیدوارم که مفید باشه. بزرگوارید.